در طول تاریخ کره زمین بیش از 99.9% همه گونه ها منقرض شدن. تخمین زده میشه بیش از 50 میلیون گونه ای که قبلا روی زمین زندگی میکردن مدتها پیش از بین رفتن. اما یه سوال ذهن همه ما رو درگیر میکنه: آیا همه این گونه ها نابود شدن؟ ولی راستشو بخواین در واقع همیشه افرادی هستن که ادعا کنن حیواناتی رو دیدن که قاعدتاً نباید امروز وجود داشته باشن. ویدیوی امروزم درباره موجودات شگفت‌انگیزیه که متاسفانه دیگه روی زمین وجود ندارن. ولی قبل از اینکه شروع کنیم حتما ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر دکمه زنگوله رو هم بزنید. تا آخر همراه ما باشید تا درباره شگفت‌انگیزترین حیواناتی که تا به حال ازشون عکس گرفته شده بیشتر بدونید. تروسورها. آیا این تصویر تقلبیه یا واقعا اثبات میکنه که خزنده های بزرگ هنوز منقرض نشدن؟ عکسی که مدت زیادی بود توی اینترنت دست به دست میشد. سربازای جنگ داخلی آمریکا رو نشون میده که دور جسد یک ترانادور جمع شدن. ولی مشکل اینه که این تروسور در واقع 72 میلیون سال پیش منقرض شده. ولی راستشو بخواین هیچ شکی نیست که دایناسور توی عکس درست شبیه مدل سازی‌های مدرنه. اگه این واقعا یه شبیه سازی مربوط به اون زمان باشه، ادیتورها واقعا کارشون رو خیلی خوب انجام دادن. ولی راستشو بخواین عکس دیگه‌ای که چند مردو در کنار یه خزنده بالدار به اسم پرنده طوفان نشون میده، ظاهراً در سال 1890 گرفته شده و گفته میشه که این موجود توی یه روستای کوچیک در آریزونا دیده شده و بعدم شکار شده که راستشو بخواین واقعا نمیدونیم این میتونه موثق باشه یا نه. گرگ تاسمانی. از کروکودیل بزرگ آب شور گرفته تا مار بزرگ جزیره تایپان یا عنکبوت قاتل سیدنی، تنوع زیستی استرالیا همونقدر که جذابه ترسناک هم هست. با وجود موجودات بیشماری که در اون زندگی میکنن، نباید فراموش کنیم که بعضی از حیوانات در طول زمان در استرالیا منقرض شدن. مثل گرگ تاسمانی، آخرین نسل از این شکارچیان بزرگ در سال 1936 مرده. از اون زمان گرگ تاسمانی که به اسم ببر تاسمانی هم شناخته میشه منقرض شده به حساب میاد. موجودی با 60 زان طول و وزنی تا 19 کیلوگرم که احتمالاً یه زمانی کانگوروهای کوچیک و جونده ها رو شکار میکرده. از حدود 4 میلیون سال پیش تا قرن 19 گرگ تاسمانی بزرگترین کیسه داری بود که روی زمین زندگی میکرد. آخرین گرگ تاسمانی زنده در سال 1933 در نزدیکی تاسمانی به دام افتاد و اون زمان تا الان هیچ موردی از اونها دیده نشده. اونا موجودات خجالتی و شبرو بودن و ظاهرشون شبیه به یه سگ بود. همونطور شباهت‌هایی هم به کانگورو داشتن چون کیسه و یه دم سفت داشتن. به نظر میاد این نژاد بعد از اون منقرض شد که سگا قلمرو زندگی طبیعیشون رو تصرف کردن و انسان‌ها هم شکارشون کردن. جالبترین موضوع درباره اونا اینه که ویدیوهایی ازشون داریم مربوط به سالهای 1911, 1928 و 1933. این ویدیوها قبل از انقراض کامل گرگ تاسمانی در باغ وحشای مختلفی گرفته شدن. رفتار تاسمانیا خیلی شبیه به سگ‌ها بوده، در حالی که این دو گونه ارتباطی با همدیگه ندارن و این واقعاً اعجاب انگیزه. گرگ تاسمانی تا شروع قرن 19 هنوز در سراسر تاسمانی پراکنده بود، اما بعد از اینکه گوسفند وارد استرالیا شد، تاسمانیا هم به عنوان شکارچی‌های تشنه به خون معرفی شدند که تصور اشتباهی بود. شبیه‌سازی‌های سه‌بعدی مدرن نشون میدن که آرواره‌های گرگ تاسمانی در واقع برای شکار گوسفند زیادی ضعیف بوده و گوسفندهای کشته شده احتمالاً کار سگ‌های وحشی بوده. در هر حال از اون جایی که مردم اطلاعاتی در این زمینه نداشتن، همه تاسمانیا رو شکار کردن و نهایتاً منقرضشون کردن. تلاش برای حفظ این گونه در باغ وحش هم موفقیت آمیز نبود. در تمام اون دوره فقط یه مورد زایمان در باغ وحش انجام شد. همچنان امروز گزارش‌های پراکنده از مشاهده گرگ تاسمانی دریافت میشه. با این حال این موارد رو نمیشه با دقت اثبات کرد. در مارس سال 2017 دو گزارش مجزا در کوینزلند شمالی به سرخط خبرها تبدیل شد و کسی چه میدونه، شاید تعدادی از این حیوانات بی‌نظیر واقعا موفق شدن از شکار بی‌رحمانه انسان‌ها نجات پیدا کنند. ببر جاوا. ببر جاوا از گونه‌هاییه که خیلی وقت منقرض شده و یکی از زیر مجموعه‌های ببر به حساب میاد. اسمش از جزیره جاوا در اندونزی میاد که زمانی زیستگاه اصلی اون بوده. ببر نر میتونست تا 2 متر طول داشته باشه و تا 140 کیلوگرم وزن.
ماده ها کمی کوچکتر بودن، همینطور پنجه ببر جوان نسبت به سایر گونه های ببر بزرگتر بود که اندازه بزرگشون نشون میده، ولی در بیشتر موارد منطقه های کوهستانی و جنگلی زیستگاه ایدال ببر جاوا بود و ساحل جنوب شرقی هم جمعیت زیادی از اونها رو در خودش جای داده بود. شکار اونا بیشتر گراز، غزال و گاومیش بود. بعد از اینکه جمعیت مردم اندونزی به شدت رشد پیدا کرد، زیستگاه‌های ببر جاوا مورد تهدید قرار گرفت و با گذر زمان کمتر و کمتر شد تا اینکه دیگه زیستگاهی باقی نموند و به این ترتیب ببر جاوا هم منقرض شد. تارپین به گونه اسبا تعلق داره. دقیق‌تر بگیم مشخص شده که اونا ترکیبی از اسبای وحشی اروپای غربی و اسبای اهلی امروزی بودن. افراد زیادی اونا رو در جریان ماجراجویی در اروپای شرقی در قرن 18 دیده بودن. مهمترین ویژگی اونا سر بزرگ، گوش نوک‌تیز، پوست خاکستری و یال خیلی پرپشت بوده و به علاوه رنگ روشن شکم. غیر از ظاهر اونا شبیه به خرهای کلاسیکم بودن. تارپینا در گله های بزرگ که توسط اسبای نر بالغ هدایت می شد زندگی می کردن. از گله به شدت محافظت می شد تا هیچ اسب نر جوانی بهش نزدیک نشه. تارپینا از علوفه تغذیه می کردن که در اطراف مزارع و باغهای محلی پیدا می شد. تارپینا معمولاً در مناطق جنگلی و دشت‌های اوراسیا زندگی می کردن، اما گله هایی هم در ارتفاعات بالاتر دیده می شدن که اونجا دنبال غذا می گشتن. ویژگی این مناطق این بود که باد باعث می شد حتی در زمستون هم علفزارها در دسترس باشن و بنابراین همیشه غذای کافی وجود داشت. شیر بربر که بومی شمال آفریقا بود یکی از بزرگترین گونه‌های مدرن شیر هاست، با وزنی تا 250 کیلوگرم. یال اونا ظاهری پر جذبه بهشون هدیه میداد. یال‌های تیره رنگ که تا شونه و حتی شکم ادامه داشت، مثل یه جور شنل. از شیر بربر در عصر روم باستان استفاده می شد و در اونجا باید در مقابل ببر خزری نبردهای خونین انجام می دادن. البته ببر خزری هم منقرض شده بعد از اینکه شیر بربرها به شکل دراماتیکی در قرنهای 18 و 19 در شمال آفریقا کم شد. سیاست ریشه‌کنی باعث انقراض نهایی اونا شد و باعث شد دیگه ما اونا رو توی طبیعت نبینیم. امروزه تعداد زیادی از شیرهای بزرگ در باغ وحش‌ها به عنوان شیر بربر شناخته میشن، اما اینکه واقعا نژاد اونا چقدر خالصه خیلی سوال برانگیزه. در هر حال اونا دهه‌هاست که همچنان منقرض شده محسوب میشن و گاهی هم حتی شکار شدن. پس میتونیم بگیم که با خطای رومئو روبرو هستیم. این خطا که به رمان کلاسیک شکسپیر رومئو و جولیت اشاره داره، از این قراره که اعلام انقراض نادرست باعث میشه مردم تصور کنن یه گونه منقرض شده، در حالی که در واقع هنوز در گوشه و کنار طبیعت وجود داره. لاک‌پشت غول‌پیکر پنتا. بالاخره نوبت به معرفی لاک‌پشت غول‌پیکر پنتا رسید. اگه جورج تنها رو بشناسین، اون آخرین نمونه از لاک‌پشت‌های غول‌پیکر پنتا بود که در سال 2012 فوت شد. زمانی بیشتر از 300,000 لاک‌پشت غول‌پیکر در جزایر گالاپاگوس زندگی می‌کردند. با این حال در قرن 19 بعد از اینکه شکارچی‌های وال و دزدای دریایی اونا رو به عنوان غذا شکار کردن، جمعیتشون خیلی کم شد. بعضی از این لاک‌پشت‌ها میتونستن تا 100 سال عمر کنن و تا 90 کیلو وزن داشته باشن. لاک بلند و ضخیم اونا خیلی برجسته بود و میشد اونا رو از فاصله دور هم تشخیص داد. بز کوهی آفریقای شمالی. بز کوهی آفریقایی که دمی به طول 70 سانت و وزنی تا 225 کیلو داشت، امروزه منقرض شده. این گونه تا قرن 19 در کشورهای شمالی آفریقا مثل مراکش، مصر و لیبی ساکن بود. اونها برای مصری‌ها معنای اسطوره‌ای داشتن و به این دلیل حیوان بسیار خاصی بودن. شاخهای بز کوهی آفریقایی در مقبره آباده‌ها هم دیده میشه. این گونه زمانی در گله‌های بزرگ زندگی می‌کرد و از برگ و پوست درخت‌ها و علوف جاد تغذیه می‌کرد. یکی از خصوصیات دیگه اونا این بود که فقط در دمه‌های خنک دیده می‌شدن. اونا از کفتارها و یوسا فاصله می‌گرفتن، چون اینکه شکارچی‌ها دشمن طبیعیشون بودن و باعث می‌شدن که اونا رو منقرض کنن. شیر دریایی ژاپنی.
دقیقاً این موارد قبلی شیر دریایی ژاپنی هم امروزه منقرض شده. اونا در سواحل دریایی کره و ژاپن و در کل در شرق دور زندگی می‌کردن. رنگ اونا خاکستری تیره تا قهوه‌ای تیره بود، با طول 2.5 متر و معمولاً در کناره سواحل شنی زاد و ولد می‌کردن. جایی که در سالهای بعد و با شروع قرن 19 بیشتر و بیشتر به وسیله ماهیگیرها از بین رفت. شیر دریایی ژاپنی که به اسم فوک ریشدار اقیانوس آرام هم شناخته میشد، صورتی نسبتاً باریک داشت با ریش‌هایی به رنگ روشن و چشمهایی بزرگ و تیره. اونا با 2 باله کناری و 1 باله پشتی به راحتی در آب جابجا می‌شدند و به شکار ماهی و غذا می‌رفتند. پوست نازک و نرم و کمی هم خز مانند اونها تقریباً ضد آب بود و بعد از خارج شدن از آب به سرعت خشک می‌شد. ببر مازندران. ببر مازندران یا ببر خزری یکی از بزرگترین گربه‌سان‌ها بر روی زمین بود و با ببر سیبری ارتباط خیلی نزدیکی داشت. پوست اون راه‌های باریک و نسبتاً فشرده‌ای داشت که در محیط طبیعی خیلی واضح تشخیص داده می‌شد. همینطور اونا شباهت‌هایی هم به ببرهای مدرن دارن، با شکم کشیده و ریش‌های پرپشت. تشخیص اونا از گونه‌های دیگه خیلی ساده است. ببر مازندران زمانی در جنوب غربی کوههای قفقاز و همینطور آسیای مرکزی و ترکمنستان زندگی می‌کرد. اونا در اونجا گراز و آهو شکار می‌کردن. البته پستاندارهای دیگه هم از ببر مازندران در امان نبودن، چون که اونا برای بقا گونه‌های متنوعی رو شکار می‌کردن. در هر حال وقتی که عصر استعمار روسیه در ترکستان فرا رسید، اونا در آتش سوزی و البته یه سری بیماریای خاص شکار شدن و به مرور منقرض شدن. پاپفیش تکوپا. خب بریم سراغ یه گونه منقرض شده از ماهی‌های صحرای نوادا. طول اونها 1.5 سانتیمتر بود و به رنگ آبی و بنفش با پولک‌های براق بودن. زیستگاه اونا برکه‌های نمکی بود، به خصوص چشمه‌های آب گرم تکوپا که دمایی تا 35 درجه داره. کمی دورتر از خروجی اصلی چشمه‌ها زیستگاه ماهی‌ها بود. ماهی تکوپا بیشتر از جلبک‌های سبز و آبی تغذیه می‌کرد که اونا هم در اطراف چشمه‌ها رشد می‌کردن. ولی جای تعجب اینه که این ماهی‌ها طی 1 سال 10 نسل تولید مثل می‌کردن و به این دلیل جای تعجب داره که چطور با این مقدار تولید مثل منقرض شدن. راستشو بخواین در واقع سال 1940 چشمه‌ها کانال کشی شدن و حمام‌های عمومی ساخته شد و به این خاطر چشمه‌ها گرمتر شدن و ماهی‌ها دیگه نمیتونستن در زیستگاهشون زنده بمونن، به همین دلیل اونا منقرض شدن. خر وحشی سوری. خر وحشی سوری یا گورخر سوری یه نوع منقرض شده یه دیگه است که مطابق اسمش معمولاً در مناطقی مثل سوریه، فلسطین و عراق دیده میشد و رنگ خاکستری و صورتی روشن داشت که با افزایش سن به سمت خاکستری متمایل میشد. گوش‌های اونا هم اول خاکستری تیره بود و با افزایش سن متمایل به سفید میشد. تصور میشه که خر سوری شکارگرای طبیعی زیادی داشته، مثل شیرها، پلنگ‌ها و حتی گرگ‌ها. به همین دلیل مجبور بوده که دائما برای بقا مبارزه کنه. جمعیت اونا زمانی کمتر شد که در جنگ جهانی اول توسط بیابانگردهای ترک و سپاه انگلیس شکار شدن. امروزه در باغ وحشا گونه‌های بسیار مشابهی دیده میشه، اما در واقع هیچ کدوم اونا خر سوری نیستن. پومای شرقی. پومای شرقی از حدود سال 1938 منقرض شده. این موجود فوق‌العاده زمانی بومی شرق آمریکای شمالی بود و بعد از چندین سال اونم به لیست گونه‌های خطر انقراض اضافه شد. اونا به دلیل اندازشون دشمنان طبیعی خیلی کمی داشتن. امروزه به نظر میرسه که به احتمال زیاد انسان‌ها با شکار کردن و تخریب زیستگاه‌ها اونا رو منقرض کردن. معمولاً کشاورزها برای محافظت از حیوانات خودشون پومای شرقی رو از بین می‌بردن. البته حتی امروزه هم پوما رو به عنوان یک گربه‌سان خیلی خجالتی میشناسن که معمولاً از انسان‌ها دوری می‌کرده. نظر شما در مورد این حیوانات و سرنوشت غمگینشون چیه؟ مثل همیشه در کامنت ها ما رو از نظرات و پیشنهاداتتون در مورد ویدیو با خبر کنید. دوست دارید که جزوی از اعضای کانال ما باشید و دیگه هیچ ویدیوی جدیدی رو از دست ندید؟ پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم فشار بدید تا از این به بعد همیشه به روز باشید. ممنون از توجهتون، خوش بگذره و تا بعد.